سه امری است که علما ادا کردن آن را توصیه دادند. یکم حق خداوند ذوالجلال، دوم حق نفس، نفسی که انسان با آن زنده است، سوم حق بندگان. هرگاه خداوند به تو توفیق داد و حق او را به جا آوردی و به نفس خود ظلم نکردی و حق برادران مسلمانت را به جا آوردی و مردم را آزار ندادی، بدان که تو در دنیا و آخرت کامیاب و پیروز میشوی. اما حق خداوند چیست؟ حق خداوند آن است که هرگاه صبح از خواب میخیزی، یگانه غمت این باشد که چگونه رضای خدا را به دست آری و همیشه به خاطر داشته باشی که خداوند تو را آفریده است، تو را میخوراند و میپوشاند. از میان میلیون ها انسان نعمت هدایت را نصیبت کرده است و غیر از این تو را نعمت های داده است که بسیاری ها از آن محرومند. همیشه در فکر حق خداوند باش و آن را یگانه غم و هم در زندگیت قرار بده. زیرا هر کی دلش را، گوش و هوشش را به یاد خداوند می سپارد، خداوند در همه کار برای او بسنده است. کارسازی تمام کارهای او می گردد. باید خوب یادت باشد که خدایی که باید حقش را به جا بیاری، او پادشاه پادشاهان است. خالق است و رازق است و علیم است، حکیم است، بصیر است. پس باید حق او ادا کرده شود. از خدایی که خلقت کرده است باید شرم داشته باشی. شرم از آن باید داشت که مبادا چیزی را از سوی تو ببیند که مورد رضای او نباشد، یا چیزی را از تو بشنود که به آن راضی نیست. تا آن دم که در عافیت هستی باید از خدا شرم داشت و این عافیت را نباید در غیر عبادت خدا بگذرانی، یا حد و مرز حرام کرده های او را تجاوز کنی، یا حقی از حقهای او را ضایع کنی. در درگاه بزرگ او خود را شکسته حال بگیر و همیشه ترس و خوف او را در دل داشته باش. اگر چنین باشی، درهای رحمتش را بر رویت می‌گشاید و تو را یکی از بندگان مقربی درگاهش می‌گرداند. اگر از خداوند به طور باید و شاید ترسیدی و تقوا پیشه گرفتی، بدان که تو حق خدا را به جا آورده ای. اما مطلب دوم این نفست است و آن امانتی از جانب خداوند می باشد. برای نجات آن از آتش جهنم کوشش کن. خوشبخترین انسان در دنیا کسی است که نفسش را پاک می سازد و یگانه سبب نجات آن از آتش جهنم این با دوری از معصیت و ترک گناهان است. پس همیشه با احتیاط باش تا به حرام کرده های الله دست نزنی و حد و مرز او را تجاوز نکنی و این نفس بیچاره رحم کن. او را با سبب گناه کردنت گرفتار خشم و غضب خداوند قرار مده. هرگاه شیطان تو را به کاری ناشایسته دعوت کرد، بدان که این همان راهی است که نفسی تو را هلاک می سازد. و یکی از حقهای نفس این است که آن را مورد عذاب و عقاب خداوند قرار مدهی و چیزی را که برای انجام آن طاقت ندارد تحملش نکنی. فرقی نمی کند که آن در کار دنیایی باشد یا دینی. در اجرای عملها سختگیر مباش، زیرا این کار طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم کاری ناپسندیده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید: هلک المتنطعون. انسان هرگاه در کارهای دینی به نفس خودش سختگیر باشد که آن سببی به مشقت گرفتار شدن نفس گردد و آنچه را که خداوند برای نفس حلال کرده است و این سختگیری مانع آن شود، این کار نزد خداوند ناپسندیده و نامقبول است. این چنین انسان باید در کارهای دنیوی هم نفس خود را عذاب ندهد، به مثل شب زنده‌داری های بیهوده و خواب نکردن و استراحت ندادن نفس که این سبب گرفتار شدن نفس به بیماری ها گردد. این کار هم نامقبول و ناپسند است. چون هرگاه حق خدا و حق نفست را انجام دادی، کوشش کن تا حق بندگان خدا را به جا بیاری. اولین حق بندگان خدا این حق پدر و مادر است. انسان باید آنها را احترام نماید، حق آنها را ادا نماید و به امرهای آنها اطاعت کند و آنها را نافرمانی و یا ناحرمتی نکند. بعد از این میآید حق برادران مسلمانت و خویش و اقربا، سپس حق همسایگانت. چنان مسلمانی باش که دیگر مسلمانان از زبان و دست تو در امان باشند. کوشش کن هرگاه که از خانه میبرایی در دلت کینه نسبت به مسلمانی نداشته باشی و آنها را به چشم حقارت نگاه نکنی و دلت را همیشه مراقب باش تا در آن تنها محبت مسلمانان باشد و تنها گمان نیک نسبت آنها داشته باشی و تنها آنها را به نیکی یاد کنی و از خطاها و لغزش‌های آنها چشم بپوشی. و اگر چنین باشی، و باید هر یک مسلمان حقیقی دارای چنین صفات باشد، و اگر چنین باشی، پس بدان که در دنیا و آخرت کامیاب و موفق خواهی شد.